آیا شما از زردی دندان خود و سیاهی دندان خود شرم دارید؟ غمگین نباشید. طبابت این دندان های خنک گرفته و اینچنین سفید کردن دندان ها، اینچنین راست کردن دندان های کج شده، دکتری دندان در فدراسیای روسیه شهر مسکو در رقم های روی اکران بوده در تماس باشید. و از بارگاه پروردگار بزرگ در این لحظه های بسیار نیک، ساعت های اجابت دعا، تمنا و آرزو و دعای آن را دارم که خدای مهربان در خاندان هر یک مسلمان چنین روز خرسندی را نصیب گرداند و این فرزند برادر ما را خدای مهربان همه روز زندگیش روز نیک و این همسری که انتخاب کردن پروردگار همسر مناسب و یک عیال نیک و صالحه پروردگار مهربان در زندگی دادر ما نصیب و روزی کرده باشد. برادر عزیز، الحمدلله در مجلس ما و شما همه شخصیت های نیک، چه از علما چه از اهل قاره ها و الحمدلله که شخصیت های صالح، قسما عالم ها، قسما حاجی ها و همه شما که یک شخصیت های نیک هستین، در این مجلس قدم رنجه کردین. پروردگار مهربان در عوض قدم های شما برای صاحب خانه برکت و برای شما اجر و ثواب الله نصیب و روزی گرداند. انشاءالله این شبم و خواست پروردگار ما و شما در حلقه ذکر میگذرانیم، ساعت را به یاد خدا و پند نصیحت سپری میکنیم و از خدا امید دارم که در این لحظه ای که ما و شما نشسته یاد خدا میکنیم به اون حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم موافق که هر کسی در روی زمین یاد الله بکند، الله در بالای عرش نام او را میگیره و یاد او را میکنه. انشاءالله از درگاه الله من این امید دارم که این شب نام هر کدام شما بالای عرش الهی نام برده می شود به حضوری که در این مجلس قدم رنجه کردین و وقت خودتان برای شنیدن پند و نصیحت دریغ ندانستین، برای ذکر خدا و وقت خودتان سپری کردین. انشاءالله درجه خدا برای همه شما نصیب و روزی می گرداند. اکنون برادر عزیز، در پروی ما و شما الحمدلله قاریای خوب این دیار و عالمای خوب از هر طرف منششتیان، حضرت شیخ بزرگوار و بابای داملا در پهلوشان و از طرف چپ ایشان قاری امردین، یکی از قاریای مشهور، اکی قاری خورشید برادر ما، اکی قاری فضل الحق و قاری میراجیدین و دیگر قاریای خوب ما و شما حضور دارند. من اولا همه بزرگوارا را خیر مقدم میگویم و انشاءالله که از حضور اینها چند لحظه ایران با شما استفاده ببریم. یک سخن ایران باشه برادر عزیز، ما و شما اگر از این مجلس از خود کنیم و با او عمل کنیم برای ما و شما بهتر است از دنیا و هر چیزی که در دنیا هست. برای که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکشان میگفتن حرفا من القرآن خیرا من الدنیا و ما فیها. یک حرف از قرآن در نزد پروردگار درجه و منزلتش از دنیا و هر چیزی که در دنیا هست پیش خدا بالاتر هست. اگه یک حرف از دنیا بالاتر باشد
برادر عزیز، ما و شما اگر یک کلمه ای را از خود کنیم، یک سخنی را از خود کنیم، چقدر ثواب بالا داره. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صحابه ای را نصیحت کرده گفت اگر ای فرزند تو در جایی باشی که یک حرف یک آیه از قرآن از خود کنی، یک آیه از قرآن از خود کنی، از 100 رکعت نماز نفل برای تو بهتر است. اگر جایی باشی که یک باب از علم از خود کردی، باب از علمش برادر عزیز یک مسئله حلال یا حرامی را علما صحبت کردن و ما فهمیدیم که انا همین مسئله حلال بود است، انا این مسئلهش مقصد یا مسئله حرام باشه یا حلال باشه، یک مسئله ای را ما اگر از خود کردیم در این نشست، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن از 1000 رکعت نماز نفل ثوابش بالا است. اگر ما برادر عزیز اینمی شبای دراز زمستان ده از نماز شام شروع بکنیم تا نماز بامداد با تمام سرعت، با کوتاه‌ترین سوره های قرآن که انا اعطینا و قل هو الله هست، با سرعت بلند نماز بخوانیم تا صبح ما و شما 1000 رکعت نماز خوانده نمیتونیم. چقدر زحمت کلان است نی تا صبح یک انسان نماز بخوانه، چقدر زحمت کلان است، چقدر مهنت کلان است و چقدر ما امید داریم که ثواب بالا از خود کرده است. انا همین زحمت برابر با یک لحظه در ششتن پند و نصیحت و علم و معرفت برابر شده نمیتواند. به این خاطر برادر عزیز انشاءالله من نوبت به قاری خورشید و فضل حق میکنم، معرکه ما و شما را شروع به آیه کلام الله بکنن و چند نظمی بخوانن. انشاءالله معرکه من باز ادامه داره، قاری ها به نوبت میخوانن و اگر فرصت شد یگان حدیثی را درباره ازدواج انشاءالله من برای شما گوشرس میکنم، فایده های ازدواج که چی فایده داره، زن گرفتن در حیات انسان چی فایده. دعا کردن، دعای حبیب خدا همین بود که پروردگارا همین عایشه که ما را گناه های گذشته شد و گناه های آینده شد ببخش، گناه های پنهانی و آشکارا شد ببخش، گناه های کلان و خرد شد ببخش. حبیب خدا همین خیلی دعا کرده. من از خرسندی زیاد تاب خوردم خود در آغوش پیغمبر پرتافتم و تبسم کردم و خندیدم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت عایشه آیا این دعای من تو خوشحال شدی؟ گفتم که حبیب خدا از این خوبتر چیز، از این خوش کننده تر چیز برای من چیزی دیگر نیست. یعنی من در دعای شما که بهترین دعا را در حق من کردیم، من چرا خوشحال نباشم، چرا خرسند نباشم، ولی من خوشحال شدم از این دعای شما. میگه حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گو عایشه بدان که به خدا قسم همین دعایی را که در حق تو کردم اینقدر خوشحال شدی، بعد از هر 5 وقت نماز در حق امتم از پروردگار همین دعا را طلب. هر 5 وقت نماز من از پروردگار طلبم همین است که خدایا امت مرا گناه آینده و گناه گذشته شو ببخش، گناه پنهانی و آشکارا شو ببخش، گناه کلان و گناه خرد شو ببخش. این امت بسیار آلوده گناه است، گناه های زیاد میکنند، اما من پیغمبر پیش ای که امتم دست و گناه بزنه، پروردگارا من از تو خواهیشی بخشیشی گناه امت ندارم. ببینی برادر عزیز همین نظمی را که ایشان قاری خواندن سوی رسول الله، سوی رسول الله بیا، بسیار نظم زیبا. واقعا ما و شما و سوی پیغمبر حرکت کردیم برادر عزیز.
این پیغمبر ما را با الله میرساند. وقتی ما راه الله را یافتیم، راه خدا را طی کردیم، او خدا گناه ما و شما را عفو و مغفرت میکند. پروردگار مهربان همه ما و شما را از شفاعت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نصیب و روزی گرداند. خدای مهربان روح پیغمبر صلی الله علیه و سلم از اکی حاجی محمد یوسف و خاندانش و از مهمانای عزیزی که در نشسته‌اند و از تمام امت خدای مهربان خوش و خرسند بگرداند. در مجلس ما و شما برادر عزیز که قاری معراج دین هم هستند، نوبت به ایشان قاری میتیم یک نظم دیگه بخوانند، بعد انشاءالله صحبت دوام میتیم. خدا خواهیشان قاری نظم خوان. تمام پیغمبرایی را که پروردگار در دنیا برای ما و شما مبعوث کرده است، از بابا آدم تا آخران پیغمبر محمد علیه السلام، همه اینها ازدواج کردند، همه اینها نکاح کردند، همه اینها زن گرفتند. ازدواج سنت تمام پیغمبرها هست، سنت تمام پیغمبرها. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند ای جوانها، ای کسایی که شما همسر ندارین، ازدواج نکردین، اگر دسترس هست برای شما ازدواج کردن، اگر امکانیت دارین این که شما زن بگیرین ازدواج کنین، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. حبیب خدا گفتند شماها اگر امکانیت پیدا کردین برای زن گرفتن، حتما زن بگیرید. اگر انسان جوان امکانیت زنگیری داره اما ازدواج نمیکنه، ترک این سنت میکنه، اون عاصی و گناهکار میشه. ازدواج چه فایده داره؟ یکی از فایده های ازدواج برادرای عزیز، خدای مهربان در قرآن عظیم و شان ببینیم قدرت نمایی میکند برای ما و شما. پروردگار بیان قدرت میکند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. پروردگار مهربان میگه یکی از نشانه های قدرت الهی، یکی از نشانه های عظمت بزرگی پروردگار همینه که ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. خدا میگه من از خود نفس شما برای شما همسر انتخاب کردم. از خود نفس شما، از نسل شما، از خود شما. حال زن از قبرغه چپ بابا آدم خلق شده، قبرغه چپ مرد است. پروردگار مهربان از قبرغه چپ بابا آدم گرفت و مام حوا را خلق کرد. برای چی؟ خدا از خود ماها، از نفس ما و شما، پروردگار برای ما و شما همسر انتخاب کرد. پروردگار به حکمت ازدواج و خوبی همسر، خوبی زن در حیات مرد چقدر خوبی ها دارد. خدا میگه و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها. الله میگه با واسطه این زن شما آرامش پیدا میکنید. بهترین داروی عصب امروز طباً بیان کرده است، تحقیقات کرده است که هیچ داروی بهتر از ازدواج برای مرد نیست و هیچ خوبی، هیچ داروی، هیچ دوای، هیچ طبابت خوب برای زنها از ازدواج کردن چیز خوب نیست.
زن برای مرد و مرد برای زن بهترین دارو هستند. از دیدگاه طب اگر نظر کنید بهترین دارو. خدا را ببینید قرآن میگه هن لباس لکم و انتم لباس لهن. شماها برای زنها پوشاک هستند و زنها برای شما پوشاک هستند. لباس خدا خوانده است، ما را برای زنها و زنها را برای ما. مرد اگر زن نداره گویا لباس نداره، زن اگر شوهر نداره گویا لباس نداره. پروردگار میگه به واسطه ای زن در تو آرامش میاره. این چی آرامش است برادر عزیز؟ مردی که زن داره هیچ وقت مرد بی‌ادب نیست، مرد خیانتکار نیست، مرد زناکار نیست. این مرد نفسش آرام میشه و میلی به زنا نمیکنه، میلی به زن بیگانه نمیکنه، میلی به خیانت نمیکنه، میلی دست به گناه نمیکنه، چون که نفسی آرامه. و جعل بینکم مودة و رحمه. الله مهربان میگه به واسطه همین نکاحی که شماها میکنین بین یکدیگرتان، من برای شما مهربانی و نسل نصیب میگردانم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فایده های نکاح را در این حدیث بیان کردند که گروه جوانها شما امکانیت دارین زن بگیرین. زن فایدهش همین است که فإنه اغض للبصر و احسن للفرج. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند مردی که زن گرفت، ازدواج کرد، نکاح کرد، اینقدر این نکاح خوبی داره، این زنگیری اینقدر خوبی داره که چشم شما دیگر در شما خیانت نمیکنه. یعنی شما دیگر به زنهای بیگانه چشم بد نگاه نمیکنید، نظر نادرست نمیکنید. و احسن للفرج، و همون آتش نفس شما را خاموش میکنه این ازدواج. شماها دیگر خواهشی به گناه نمیکنید، خواهشی به نادرستی ها نمیکنید اگر ازدواج کردید. یکی از خوبی های نکاح برادر عزیز در حیات ما و شما برکت است. انسان اگر به خاطر خدا ازدواج کرد، در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد است، حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفتند ثلاثه حق علی الله عونهم. سه کسی هست که حق علی الله، بر خدا حق دارند. این که الله اونها را کمک بکنه، این کمک خاص الخاص است، وگرنه در زندگی همه ما و شما الله کمک میکنه. کافر و مسلمان حساب خدا میکنه، اما اینجا خاص است. خدا مخصوص اینا را نصرت میکنه، مخصوص اینا را کمک میکنه، مخصوص از زندگی اینا برکت خاصه نصیب میکنه. یکی از همین سه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن الناکح الذی یرید العفاف. مردی که نکاح میکنه در نکاح کردن قصدش عفت نفس است. به خاطر زن میگیرم مبادا از زنا نرم، به خاطر زن میگیرم که رضای خدا را به دست بیارم، به خاطر زن میگیرم که رضای پیغمبر دری است، به خاطر زن میگیرم که پاکی نفس دری است، به خاطر زن میگیرم که از این نسل خوب بجا بگذارم، به خاطر زن میگیرم که برکت خدا و رسول در همین است. اگر قصد ازدواج کنها، قصد نکاح کن، قصد مرد زنگیر اگر عفت باشد، پاکی باشد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند پروردگار در زندگی اینها برکت نصیب می‌کند. بهترین خوبی نکاح برادر عزیز، بهترین فایده نکاح رضای خدا و رسول خدا صلی الله علیه و سلم.
رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک گفتند تنکح المرأة لاربع. در جامعه امروز زنها را به 4 خاطر میگیرند: لمالها و لجمالها و لنسبها و لدینها. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند زنها به 4 خاطر نکاح میشوند. به 4 خاطر. اینجا مسئولیت است. در اینجا پیغمبر صلی الله علیه و سلم مسئولیت داده استاده برای ما که امروزه مردم هست که زن میگیرن به خاطر مال. یک انسان از یک زنی باید میبینه مال داره، ثروت داره، میگه میره نکاح کنیم، ازدواج بکنیم، ای مالش استفاده بریم. درست است نکاحش درست میشود، اما به مقصد نمیرسه. به مقصد نمیرسه، چون که در این نکاح رضای خدا و پیغمبر دیده نمیشه. دویم پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن مردای هست که یک زن ازدواج میکنه به خاطر زیباییش، صاحب جمال است، به خاطر خوشروییش، به حیای او کار نداره، به عفت او کار نداره، به دینداری او پروا نداره، فقط همین که زیبا است خلاص. خود همین روز من تلفن آقایی کردم، اینترنت درآمد، یک بچه‌اش در سرش تاقی گلدوزی های همین خود ماند. صورت یک دختره که دیگه هم گفتم اینجا چی باشه، بعد ماندمش. هر دوش صحبت داشتن، خودی همین روز بود نظر کردم. سوالش میتر دختره ای بچه سوال میتر خیلی زیبا بوده، فلان بوده، گفته گپ میزنن. بعد میگه یک چی پرسم شما را؟ میگه بله. میگه ایما داری؟ میگه دارم. واتساپ چی؟ دارم. اینستاگرام چی؟ دارم. همین رو 3-4 تا نام میگیرم، میگه دارم، همش دارم. دختر جواب میده که هست، اما این کانال ها رو شما هم میدونید. بعد میگه شرم حیا چی؟ میگه اینش یکان نو برم کانال های نوه. این بچه در جواب میگه این شرم حیا چیزی است که هر یک زن باید داشته باشه. حیا باید داشت آدمی ذات که لعنت در وجود بی حیا. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند گروهی هستند زن میگیرند، در زنگیریشان فقط زیبایی لازم است و خلاص. زیبایی زن اهمیت می‌دهد. و گروهی سوم هست از روی نسب. از روی نسب این دختری فلانیه، پدر و باباش با آبروان، شخصیت‌های شناختن عزیز حساب میگیرند. و چهارم در اخیر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند ولی دینها. گروه هست، گروه اندک امت من از روی دینداری هم زن میگیرند، یعنی از زن مسلمان و با حیا و با عفت میکوند. برای چی شارعه ها میگن پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیندار در اخیر گفت؟ نمیشد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اول میگفت دیندار، بعد مالدار، بعد جمالدار، بعد نسبدار؟ چون که حبیب خدا میدانست سببی در اخیر گفتن پیغمبر دینداره که حبیب خدا میدانستند که اکثریت مردم نظرشان به این سه است. برای ما اولی سه را گفت، مال و جمال و نسب و حسب. اکثریت مردم میل و رغبتشون به اینا هست. کمی از امت هست که دیندار انتخاب میکنه، حیادار انتخاب میکنه. امروز میگن اگر یک کس آدم خوب باشه میگن پدردار است، نه؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در دوام حدیث مصلحت دادن. جوانای عزیز، برادرای مسلمان، حبیب خدا مصلحتشان ای بود که اگر شما مصلحت پیغمبرتون میخواهید، امروز سر افسوس ماها از هر کس مصلحت میگیریم اما از خدا و پیغمبر مصلحت نمیگیریم. از براز خدا یک مراتب ما و شما ببینیم زندگی مانه زنگیر شویم، 100 جوره ما نمیپرسیم، یکان جای دختر نیست،
هزار جا سراغ میکنیم، دفتر سراغ میکنیم. ای چند نمود آدم مسئولیت میپرسیم، از همکوس ما مسئولیت میپرسیم، ای همسوی ما مسئولیت میپرسیم، ای جورا ما مسئولیت میپرسیم، ای همسایه ما مسئولیت میپرسیم، اما نمیگیم که کود همین نیتی که من کردم خدا و پیغمبر چی میگن؟ من باید چگونه زن داشته باشم؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت اگر به مصلحت من عمل کنی، مصلحت پیغمبر تا بگیری که تنها مصلحت پیغمبر نیست، مصلحت خدا هم هست. اگر مصلحت خدا و پیغمبر قطعی میخوای عمل کنی، فعلیک بذات الدین، یا دیگر روایت فعلیکم بذات الدین سیغه جمعی، که شماها اگر بخواهید زندگی خوب داشته باشید، زندگی پربرکت داشته باشید، صاحب دین انتخاب کنید، دیندار انتخاب کنید. زن اولین نشانه که شما میپرسین از حیاش بپرسین، از ایمانداریش بپرسین، از تربیهش بپرسین، حیا و عفتش بپرسین. بعد این میلش ای خوشرویی ای مالداری مشکل نداره. فعلیکم بذات دین تربت یداک. دیگر روایت فر بذات دین تربت یداک. حبیب خدا گفتن زندگی با برکت بخواهی اگر دیندار انتخاب کن. بخواهی که زندگی پر باشه، برکت داشته باشه، زندگی نیک داشته باشی، دیندار انتخاب کن. فایده های زیاد میکنی. سعدی خدا رحمت کنه میگفت ببور از پر چهره زیشت خوی. روی بزرگای خمانند حدیث های پیغمبر صلی الله علیه و سلم و طریق نظم ما را نصیحت میکنند. ببور از پر چهره زیشت خوی، زنی دیو صورت خوشطبع جوی. حضرت میگه زنی که خواب پری چهره هست اما ادب نداره، اخلاق نداره، حیا نداره، ای زن ببر. میگه ببر از پری چهره زیشت خوی. پری چهره باشه و زبانی درست نداشته باشه، پری چهره باشه و ادب نداشته باشه، پری چهره باشه و زیبا باشه، حیا نداشته باشه، حضرت میگه از این گونه زنها دور بگریز. زنی دیو صورتی خوشطبع جوی. زنی بگه که از جهت صورت بیزه باشه اما اخلاق داشته باشه، حیا داشته باشه، عفت داشته باشه. امام احمد خدا رحمت کنه حضرت بسیار زن خوب داشتیند. برادر عزیز، زن خوب در زندگی برکت بسیار زیاد داره. این آیت قرآن هم است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انکحوا ایاما منکم والصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله والله واسع علیم. صدق الله العظیم. الله مهربان میگه شماها از صالحین ازدواج کنید. و انکحوا ایاما منکم والصالحین من عبادکم و امائکم. وقتی ازدواج میکنین، وقتی زن میگیرین، وقتی نکاح میخواین بکنین، از صالحا بگیرین، از نیکا بگیرین، از تربیه شده ها بگیرین. اگر شماها در ازدواج زن انتخاب کردین که دستور خدا و پیغمبر، مصلحت خدا و پیغمبر دقو بود، یعنی صالحه بود، با نماز بود، جای نماز داشت، زنی با ادب و با اخلاق بود، اگر پارسا باشد و خوش سخن، سعدی میگو خدا رحمتش کنه، زن اگر پارسا باشد و خوش سخن، پارساش نماز خوان باشد، به حیا باشد، خوش سخن باشد، خوش سخن. اگر پارسا باشد و خوش سخن، نگه بر نکویی و زشتی مکن، زیباگی را دیگر نکو، بیزیبی و زیباگی و اهمیت نده. زن اگر دو چیز داشته باشه، یکی جای نماز، دویم ادب، نگه بر نکویی و زشتی مکن. زنی خشمنش خواه نروی خوب که آمیزگاری بپوشد عیوب. حضرت میگه زنی خشمنش خواه، زنی با ادب خواه، نروی خوب. این زیباگی که امروز کرسکه میزنن 50 نمود کسمتیکا میکنن، اینا فایده ندارن، این زندگی تر خوش نمیکنن.
که آمیزگاری بپوشد عیوب، انما ادب و اخلاق و نماز و حیا و عفتش عیبای دیگرش میپوشه، ای بیزیدوش میپوشه. پروردگار میگه ای یکون فقراء یغنیهم الله من فضله، اگر تو فقیرم باشی من از فضل و بزرگیم برای تو رزق و روزی میتون که به فضل من تو بای میشه. خدا در اینجا بایی نام گرفته، یغنیهم الله من فضله، من از فضل و بزرگیم اینها رو بای میکنم. نکاح برکت داره برادر عزیز، نکاح خوبی های زیاد داره اگر ماها از خوبیش استفاده بکنیم، از نیکیش استفاده بکنیم. خدا کنه که این نشانه ها از زنهای خوب یادآور شدیم، از زنهای صالحه یادآور شدیم. یک کلمی ما که در این خانه قدم میگذاره خدا از این نشانه های خوب برای کلنمان نصیب کرده باشد و یک کلن خدا از کلنای نصیب کنه که در این خانه قدم گذاشت و قدم این برکت هم از جانب الله در این خانه نصیب بکرده و ای دادر ما را با همراهی همسرش خداوند بخت و سعادت نصیب و روزی گرداند. خدای مهربان همه جوانان را و همه خواهرای عزیز ما را پروردگار از این روز خرسندی نصیب و روزی گرداند. ادب و اخلاق و حیا و عفت برای فرزندای ما و شما خدا نصیب و روزی گرداند. پروردگار مهربان پدر و مادرها را توفیق بده که دختردار شدن دخترها را خوب تربیت کنند، بچه‌دارها بچه‌ها را خوب تربیت کنند که در ازدواج یا در کافتن کلون و انتخاب داماد مشکل امروز در جامعه ما و شما هیچ مشکلی سخت‌تر این مشکل نیست. هر بسم الله الرحمن الرحیم افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد فأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد صدق الله العظيم.